دوم نوره سونامی سرطان تو ایران زیاد شده سر اینکه واجبین نمیزنیم. آقا اسمش چیه؟ واجبین، یعنی واجبه. پیغمبر فرمود مردان امتم 40 روز یک بار، زنان امت 15 روز یک بار. عفونت‌های دهنه رحم آرسنیک داره، آهک و نوره. الان زرنیخ طلایی از زنجان برا ما میاد، مثلا بچه‌ای که درست میکنن ساعت 12 شب به بعد میفرستن. چرا؟ نیرو انتظامی بگیره میخوابونه، چون زرنیخ طلاییش باش مواد منفجره درست میکنن. مهم زرنیخش چی باشه؟ 6 به 1 باشه، درمانی. خانوما کیست رو میتونید درمان کنید با نوره. گردن به پایین نوره بزنید. الان گردن به بالا همه شیش تیغ میکنن، از گردن به پایین پر پشمه. عباسد وارد حمام شد، علی ابن موسی رضا بهش نوره تعارف کرد. گفت عباسد بزن. گفت آقا 2 روز پیش زدم. گفت بزن مفیده، یعنی اصلا برای مونی سودا و صفرا رو میتونی از طریق نوره بکشی بیرون. شما نوره بزن اول پاییز که میشه کل بدن تو یه نوره بزن 2-3 دقیقه بمونه، بعد بکن، بعد حنا بزن برو تو حمام، آب شیر رو باز بکن خیلی کم یه مقدار گرم بمونه. الان مردم ما نصف مریضیاش به خاطر اینکه حمام نمیرن، دوش میگیرن. حمام نمیره کسی، رطوبت‌ها بالاست.